حاجت روای قطعی از امام جعفر صادق در روز شهادتشون که روز پنجشنبه 4 اردیبهشته. هر کسی این نماز رو بخونه هر حاجت محالی که داشته باشه حاجت روا میشه. این نماز 4 رکعته که میشه 2 رکعت هم بخونید. بهتره پنجشنبه بعد از نماز عصر این 4 رکعت نماز رو بخونید. کاملش تو کپشن براتون نوشتم. اگر حاجت سنگین داری این نماز رو از دست نده. اگر با من همراهی کافیه زیر این پست بنویسید یا جعفر صادق.